نام محمد تا ابد در جان و دل ها ماندنیست، در جان و دل ها ماندنیست. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. از حضرت حکیم ابن حزام رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: دستی بالا از دستی پایان بهتر است. مراد از دستی بالا دستی صدقه دهنده است و مراد از دستی پایان صدقه گیرنده است. در دوام حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: صدقه را اولا از افراد آغاز کنید که تحت سرپرستی شما هستند و بهترین صدقه آن است که صدقه دهنده آن را از روی بینیازی صدقه دهد، یعنی طور صدقه دهد که خودش محتاج نشود. هر کس از گدایی و طلبندگی دوری جوید، خداوند نیز او را از آن دور نگه می دارد. و هر کس که اظهار بینیازی کند، یعنی خود را محتاج نشان ندهد، با وجود که محتاج است، خداوند او را بینیاز می کند، یعنی او را چنان رزق عطا می کند که او به کسی محتاج نمی شود. ای جاهلان بدسرشت، پندارتان زین کار چیست؟ نام محمد تا ابد در جان و دل ها ماندنیست، در جان و دل ها ماندنیست. از پرتو انوار او